قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، امروز درباره یکی از موضوعهای مهم دیگر زندگی صحبت میکنیم. موضوعی که برای شما عزیزان آماده کردم، این موضوعی یعنی دوام موضوع پیشتره که در درس پیشتر درباره نمودهای طلاق گفته گذشته بودیم. امروز درباره طلاق در حالت اجباری، در حالت غضب و در وقت قسم خوردن و این چنین طلاق با شوخی طلاق را به زبان آوردن صحبت میکنیم. همگان میدانیم که یکی از مسئله های خیلی جدی که شکر پروردگار در تاجیکستان در همه خانه ها به این موضوع اهمیت میدهند این طلاق است. حتی مردمی که با اسلام آنقدر خوش و حوصله ندارند یا گفتیم از طریقه شریعت زندگی کردن را آنقدر پسند نمیدانند، ولیکن وقتی به آنها از طلاق گفته شود یا گفته شود که فلانی را طلاق داد، این موضوع را جدا میگیرند. در حقیقت طلاق از موضوعهای جدی ترین در شریعت است و مشکلی در آن است که از کلماتی هست که بعد که گفتی دیگر آن را برگردانیده من پشیمانم گفته نمیتوانی، علل خصوص اگر بار سیوم باشد. اکنون بیایید ببینیم که در بعضی از این حالت ها که بعضی ها میگویند من مجبور بودم و طلاق دادم، بعضی ها میگویند در وقتی مستی نفهمیدم، بعضی ها میگویند چنان غضبم بود که دیگر نفهمیدم و بعضی ها شرط میمانند اگر به فلان جا رفتی تو به من طلاقی، که این را طلاق قسم هم گفته میتوانیم یا طلاق معلق هم گفته میتوانیم. و بعضی ها حتی میگویند من شوخی کرده طلاق گفتم، در وقت هزل شوخی کردم. آیا این طلاق ها واقع می شود و تا چه اندازه پیامدها دارد؟ پیش از همه بدانیم که احکام شریعت نکاح و طلاق و با این مسئله ها شوخی کرده نمی شود، برای آنکه انکار این مسئله ها حتی انسان را از دین خارج می کند و با این مسئله ها شوخی کرده گاهی می شود که یک عائله باید پراکنده شود برای آنکه فهمیده و نفهمیده اگر شوهر همسرش را طلاق داده باشد. اولا بیایید کمی باشد هم درباره طلاقی که در شوخی گفته می شود صحبت کنیم، برای آنکه بعضی ها هستند که نفهمیده در شوخی که با دوستان داشتن یا با برادرها یا با همسر خود من جواب تو رو دادگی هستم، تو دیگر به من زن نیستی، تو به من طلاقی، از این چیزها میگویند. خیلی خوشبختانه کلمه هایی که در داخلش تو همسری من نیستی، میتوانی به خانه اتام بروی، این کلمه ها تا زمانی که مرد در دلش نیت طلاق نداشته باشد طلاق نمی افتد، یعنی طلاق واقع نمی شود. اما وقتی در حقیقت به زبان کلمه طلاق را آورد و گفت تو به من طلاقی، از این به پس خودت رو طلاق حساب کن، من دیگر همسرم را طلاق دادم، انا اینجا طلاق واقع می شود. و در نزد جمهور علما وقتی مرد شوخی کرده باشد هم همسرش را گوید که من طلاق دادم یا به دوستانش یا با یگان نفر در وقت صحبت کردن من طلاق او را دادم گفت، طلاق واقع می شود. برای آنکه اینجا حدیث ابو هریره هست در سنن ابو داود و نسائی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ثلاث جدهن جد و هزلهن جد، النکاح و طلاق و رجعه. سه چیز هست که شوخی کرده گوید هم آن چیز جدی حسابیده می شود و اگر جدی گوید هم آن چیز جدی است. یکی نکاح، اگر کسی رو من تو رو به زنی گرفتم گفتید آن زن راضی شد، ولیش هم راضی شد، دو سه نفر در همانجا بودن، الکی نکاح بسته می شود. دیگر طلاق، اگر شوهر خواه شوخی کرده خواه در وقت بازی طلاقش رو دادم گفت. دیگر رجعه این است که بعد از طلاق یکم یا دوم من همسرم را برگردانیدم گفت، یک و یک باره از نو گویا نکاح بسته می شود و اینها برگردن. و کسی در این مسئله تقریبا اختلاف ندارد که وقتی که با
شوخی شما گفتید من طلاقش رو دادم، دیگر طلاق واقع می شود. اما می گذاریم عزیزان به موضوع غضب یا غضب کردن. خیلی خشمگین شدن که این مسئله یکی از مسئله هایی هست که حتی بین علما اختلاف است. برای اون که در حقیقت چگونه که ابن قیم خودی غضب رو در کتابشان تقسیم کردگی هستند، بعضی از نمودهای غضب هست که انسان به مثل دیوانه می شود. در وقت غضب کاری کرده اش، چیزی گفتهش رو نمی داند و این گونه انسان ها شاید از 1000 تا یکتا باشند که نفران بیماری که وقت غضبناک شدن کاملا عقل خود رو از دست می دهند. اما انسان های دیگر، یعنی اکثریت گفتیم 99% دیگر، در وقت غضب چی گفته ایستادن خیلی خوب درک میکنن، ولی از شدت غضب باز هم هرچی ناسزا باشد هم به زبان می آورند. آیا غضب سبب شده می تواند که یک نفر به خود عذر بیارد که من در وقت غضب طلاق دادم، من گفته‌ام را نفهمیدم، یا اینکه نه، غضب هیچ یک بهانه یا گفتیم یک سبب نمی شود که شما بگویید که نه من غضبناک بودم برای همین او را طلاق دادم. در نزد جمهور علمای اهل سنت از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده تا مذهب امام مالک و امام شافعی و امام احمد حنبل که در مذهب امام احمد فقط دو قول است، هر کسی که غضبناک شد و در وقت غضب همسرش را طلاق داد، طلاقش واقع می شود. و در اینجا برای اون که نفرانی که اگر من غضبناک بودم گویان این را بهانه آورند، هیچ کس در حالت آرامی تقریبا طلاق نداده است، پس یگان خیلی طلاق واقع نمی شود. اساسا پس از جنگ و جنجال در وقت غضبناک شدن مرد طلاق می دهد. برای همین میگویند غضب یعنی چیزی نیست که انسان رو مست کند یا انسان عقلش کاملا ببرد. غضب یک حالتی هست که به انسان رخ می دهد و انسان این رو خودش رو خیلی خوب درک میکند. اگر شما غضب رو بهانه گفتید، دیگر همه میگویند من در وقت غضب طلاق دادم. ولی بعضی از علما هستند که میگویند غضب رو باید تقسیم کرد. از جمله ابن قیم جوزی هم همین را در کتابشان آوردگی هستند. اغاثة اللهفان بود اگر خطا نکنم نام کتاب، فی طلاق غضبان، که میگویند غضب تقسیم می شود. حالتهای غضبی هست که انسان خودش رو خیلی خوب درک میکند چی گفته ایستاده است، در اینجا طلاقش 100% طلاق است. اما یک نمود انسان هایی هستند یا یک نمود انسان های بیماری هستند که در وقتی غضبناک شدن چیزی گفته اشان و کرده اشان را نمیفهمند. برای همین ببخشید، اینجا میگویم طلاق وقتی که شما در وقت غضب خود رو هیچ درک نمی کنید، حس نمی کنید همین گونه بیماری دارید، شما طلاقتان واقع نیست. و برای این دلیل هم می آورند حدیث حضرت عایشه که میگویند، حدیث در ابو داود است، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، نه طلاق نه عتاق یعنی آزاد کردن بنده در وقت اغلاق وجود ندارد. و همین کلمه اغلاق رو بعضی از علما میگویند غضبی از حد شدیده که انسان عقلش کاملا میپوشاند، چیزی به زبان آورده و کردهش رو نمیفهمد، گفتیم خیلی مثل دیوانه می شود از حد غضبناک شود. اما جمهور علما میگویند اغلاق به اینجا به معنای غضب نیست، بلکه به معنای اکراه یا مجبور کردن است. برای همین در نزد جمهور علما در وقت غضب کدام نمود غضب نباشد هم شما طلاق داده، طلاق واقع است. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در یگان جا این چیز رو برعلا نگفتن که در وقت غضب طلاق نمیافتد، بلکه الطلاق مرتان یا حدیث هایی که درباره حکم به طلاق کردن هست یگان تاش آمده است که آیا غضبناک بوده یا نه. اما بعضی از علما، حتی بعضی از علمای معاصر هم میگویند بعضی نمود غضب ها در حقیقت انسان کاملا مثل دیوانه میکند که هر چی گفت او دیگر فهمیده نمیتواند. انا به این انسان ها شما میتوانید عذر دهید و همان لا طلاق ولا عتاق فی الاغلاق را بگوید که اغلاق یک نمود غضبه که انسان خودش را کاملا از دست داده است. اما نفرانی که نه، همه میدونن که در وقت غضب چی گفتن میدونن و خود آن انسان هم همه گپ گفتگی هایش در خاطرش هست، دیده و دانسته گفت، البته که در نزد تمام علما طلاقش واقع می شود. اینجا مسئله دیگر مسئله هست که
بعضی نمود نفرانی بیمار هستند. اینجا غضب گفتیم، غضبی که عقل رو میپوشد، اما گاهی می شود که بعضی از نفرانی بیماری هستند که در حقیقت گاه بیمار می شوند و چیزی که گفتن نمیدانند، چیزی که کردن نمیدانند و در این وقت البته این مسئله اتفاقی است که اگر در حالت بیماری، یعنی در حالتی که همون به بیماری روانی خود یا به بیماری جنسزدگی خود هم میگویند گرفتار شدن، اگر زنشان رو طلاق دادن، طلاق واقع نمی شود. 1000 طلاق گویند، هم 100 طلاق گویند، هم برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند رفع القلم عن الثلاث، از سه نمود، از سه طایفه انسان ها قلم برداشته شده است، از جمله از مجنون حتی یفیق، از نفری که دیوانه هست تا اینکه به خود بیاید. پس وقتی که غضبی شدید گفتیم، نفرانی که در حقیقت بیمار هستند، یعنی بیماری روانی که گاه بیمار میشوند یا همیشه بیمار هستند و به آنها همسر گرفته دادن، یعنی زن دارند، اگر مبادا در وقت همین بیماری همسر خود را طلاق دادن، طلاقشون واقع نه، که این یکی از مسئله هایی هست که در تاجیکستان، یعنی خیلی که در اولی برنامه گفتم، خیلی به مسئله طلاق جدی نگاه میکنن. حتی بعضی از خواهرها میگویند در حالی که در حقیقت همسر من بعد از صدمه یا بعد از بیماری مرا طلاق داد و او بیمار بود، لیکن مولای محله یا پدرم یا یگان نفر دیگر ما رو از هم جدا کرد که نه لفظ گرفته است، گویا که یعنی طلاق رو به زبان گرفته است، شما یکجا شده نمیتوانید، در حالی که مرد بیمار بود و این رو همسرش هم میگوید و خود مرد هم میگوید که همان مدت من بیمار بودم پس از یک حالته. برای همین عزیزان وقتی یک نفر طلاق گفت و ما میدونیم که بیمار است یا گاه بعد چنین بیماری روبرو می شود، انا اینجا طلاق او واقع نمی شود و مسئله اتفاقی هست که در این باره حدیث های دیگر، این چنین حدیث حضرت علی هم آمده است که در کتاب صحیح بخاری هم میارن که در وقتی که انسان به بیگانگی عقل دچار می شود، هم میگویند در اینجا طلاق وجود ندارد. و مسئله دیگر مسئله اجباری هست، مسئله که یک نفر رو مجبورش میکنن که همسرش رو طلاق دهد و حتی به نزدیکی بود شاید خبردار شدم که برای تحقیر کردن و مسخره کردن بعضی از برادران زندانی یک چند گفتیم نفرانی که دیگر بجای قلب در سینه آنها سنگ جایگیر شده است، مجبورش میکنن در داخل زندان که بگو که همسرم به من 3 طلاق گو، بگو که همسرم به من 3 طلاق گو، سپس او رو 3 طلاق گفته مسخره میکنند و از این چیزها. یا بعضی نفرانی که قرضدار هستند به خاطر اینکه اون نفر رو تهدیدش کنند و او مجبورش میکنن که اگر فردا پول رو نبیارم همسرم به من 3 طلاق گویان مجبور میکنن. این رو اجبار کردن، مجبور کردن، تهدید کردن که مسئله اکراه هست. آیا در وقتی مجبورن یگان نفر، یعنی آمد و گفت تو رو همسرت رو باید طلاق بدهی، طلاق واقع می شود یا نه؟ برای این مسئله رو عزیزان وسیع کردن باید حد اکراه و یا مجبور شدن رو دونیم. یعنی بعضی ها میگویند پدرم مرا مجبور کرد، مادرم مرا مجبور کرد، عائله ام مرا مجبور کرد که همسرت رو 3 طلاق ده و من 3 طلاق دادم. آیا این به مجبوری یا اجباری داخل می شود یا نه؟ البته اینجا اجباری وجود ندارد، برای آن که در فقه اسلامی وقتی اجبار یا کلمه مجبوری میگوییم، یک نفر تهدید میکند یا به شما را نابود کردن یا یگان ضرر جسمانی جدی رسانیدن یا پول و مال شما را گرفتن یا به یگان عزیزانتان یگان ضرر جسمی یا اینکه ضرر جدی رسانیدن. یعنی وقتی که فقط با زبان پدر و مادر که تهدید هم کند هم عاق میکنم، اینجا عاق نمیشود، این مسئله اتفاقی هست، لیکن با زبان به تو قهری میشوم طلاقش رو ده گفت و پدر یا مادر یعنی عائله خود طلاقش رو داد، اینجا طلاق واقع میشود. برای اینکه این چیز رو ما اجبار گفته نمیتوانیم. اجبار زمان صورت میگیرد که تا حد میزنند یا تا حد به یگان عضو بدن انسان، دست، چشم، سر ضرر میرسانند یا
ضرر رساندنی هستن اگر نگوید، یا حتی کشتنی هستن یا چیزی دیگر. انا اینجا در نزد جمهور علما بجز مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بعضی از علمای اهل رأی یا عراق طلاق واقع نمی شود. یعنی در مذهب امام ابو حنیفه در وقت اجباری طلاق واقع می شود و حدیث هم دارن، ولیکن حدیث خوشبختانه هم گفته می توانیم در نزد جمهور علما ضعیف است که گویا بار زن همسرش رو مجبور میکند با کار داشتن در وقت خوابش که تو مرا طلاق بده و اون مرد از ترس اینکه در دست همسرش کارت میبیند میگوید طلاقت رو دادم. سپس وقتی آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اکنون که طلاق دادی دیگر راهی برگشت نیست. ولیکن این حدیث رو که سعید ابن منصور روایت کرده هستند، تقریبا جمهور علما میگویند حدیثی ضعیف است. اما این در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. بقیه مذاهب و این چنین در خود امام بخاری هم این قول رو راجح میکنند و میگویند این رو بدانید که در وقتی یک نفر مجبور شدن، حتی از دین برگشتن او را الله میگوید الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یعنی حتی در مسئله کفر، حتی در مسئله دشنام پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی در مسئله هایی که انسان از دین خارج می شود، الله به شما اجازه میدهد که مجبور شدید. شما اگر گفتید گناهکار نمی شوید، چگونه که عمار ابن یاسر رو مجبور کرده بودند که پیامبر را دشنام کند و عمار ابن یاسر وقتی به نزد پیامبر گریه کنان آمد که من هلاک شدم که این کلمات را به زبان آوردم، آیت نازل شد که وقتی قلب تو مطمئن است و از ضرب و از مجبوری و از ترس تو اگر این کلمات را به زبان آوردی، تو در ایمانت هستی. برای همین جمهور علما میگویند وقتی در حالت مجبوری انسان حتی کلمات کفر را به زبان آورد و او را کسی هیچ چیز گفته نمیتواند برای اون که او مجبور شد، پس البته که طلاق هم عیناً همین خیل است. و کسی وقتی که مجبور کرده 3 طلاق گویاند یا چیز دیگر گفت، طلاق واقع نمی شود. و همون حدیث لا طلاق ولا عتاق فی الاغلاق را میگویند اینجا عتاق به معنای اکراه است. و این چنین در ما حدیث دیگر ابو داود است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که در وقت مجبوری یا اینکه در وقت او را اجبار کردن یگان گناه کرد، اون گناه به او نوشته نمی شود. و الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، باز هم دلیل است که انسان در وقت مجبوری هر گناهی که هم کرد که او را مجبورند کنانیدن، به او گناه نوشته نمی شود. لیکن چگونه که گفتم عزیزان، این مسئله را بعضی ها نگاه میکنن که پدرم مرا مجبور کرد، همسایه‌مان مرا مجبور کرد. خیر همسایه کمی مبالغه شد، یعنی مادرم، خواهر و برادرانم مرا میانگیری کردن و من طلاق گفتم. یعنی میانگیری اونجا به کشتن هرگز که خش و تبار تهدید شاید کنن، شاید چیزی دیگر 1 تا 2 تا ضربه زنن اگر خیلی عائله های یعنی از اخلاق و از دین دور هستن، اما کسی به کشتن و به دست و پا شکستن و به چیزی دیگر تهدید نمی کند. برای همین پدرم مرا مجبور کرد و طلاق دادم، طلاق واقع است. این مسئله اختلافی. مادرم مجبور کرد، طلاق واقع می شود. لیکن مرا اومدند و زدند و حتی بعضی از علما میگویند، خطا نکنم در بعضی از علمای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم که میگویند وقتی حتی کسی که تو را مجبور کرده ایستاده است، تو میدونی که او در حقیقت به تو آسیب میرساند، در این وقت طلاق گفتی، طلاقت واقع نمی شود. نه اگر میدونی که اون نفر به تو تهدید کرده ایستاده است، هرگز به تو ضرر نمیرساند، نباید هرگز طلاق بگی. این در قول بعضی از علمای مذاهب ابو حنیفه است، وگرنه در کتاب مبسوط سرخسی کاملا آوردگی هستند که تقریبا اکثر علمای مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه به آن هستند که وقتی که در وقت مجبوری حتی طلاق گفتی، طلاقت واقع. لیکن در این مسئله قول جمهور هم با آیت قرآن کریم هم با حدیث راجح تر می باشد. و مسئله دیگر مسئله مستی می باشد عزیزان. درباره مسئله مستی هم صحبت کنیم. درباره حرام بودن نوشابه های اسپریتی یا الکلی یا هر چیزی که مست میکند، از گیاه و از ناس و از سیگار و از همه این چیزها شاید پیشتر صحبت کرده باشیم. اگر صحبت های یوتیوبی نباشد انشالله باز صحبت میکنیم. مسئله ما مسئله حرام بودن، این رو همه میدونیم که در دین اسلام
انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان، این چیزها همش از پلیدی های شیطان است، فاجتنبوه، میگوید الله از اینها دور باشید. لیکن آیا نفری که مست است، خواه او خودش گناه کرد و رفت و الکل یا عرق نوشید، یا اینکه او را مست کنانیدند، آیا او طلاقش واقع می شود و یا نه؟ برای آنکه همین گونه حالت ها خیلی عائله ها به این حالت دچار می شوند. مرد در حالت مستی همسرش را طلاق می دهد، وقتی به خود می آید به او می گویند که آیا تو در مستی طلاق دادی؟ او به گردن نمی گیرد، او می گوید نه من طلاق ندادم و طلاق داده باشم هم من نفهمیدم. یعنی برای اون که چگونه که میدونیم حتی تعلم و ما تقولون میگوید الله، یعنی شما در وقت مستی که چی میگوید نمیدونید به نماز نزدیکی نکنید. این البته پیش از کاملا حرام شدنی عرق و نوشابه های مست کننده بود. برای همین در این مسئله هم حتی امام بخاری هم این قول رو راجح میکنند در کتاب طلاق و میگویند قول عبدالله ابن عباس است که میگویند طلاق السکران و المستکره لیس بجائز، یعنی لیس بواقع. و این چنین قول عثمان ابن عفان صحابی جلیل خلیفه سیوم پیامبر رو میارند که لیس لمجنون ولا للسکران طلاق. این را امام بخاری در کتابشان میارند و میگویند در ما سخن عثمان ابن عفان است که میگویند وقتی که یک نفر دیوانه است یا عرق نوشید و خودش نوشیده باشد هم دیگر کس به او داده باشد، هم مادامی که عقلش رفت او طلاقش واقع نمی شود و او البته موافق شریعت از 40 تا زیادتر به او دره میزنند و او حکم هر یک مست را شریعت معین کرده است. لیکن با وجود این که این انسان گناهکار شد اما طلاقش واقع نه. و عبدالله ابن عباس هم میگویند طلاق نفرانی که مست هستند و یا مستکره یا آنها را کسی اجبار و مجبورشان کرده است لیس بجائز واقع نمی شود. و اینجا علل خصوص به همین قول عثمان ابن عفان امام احمد حنبل هم زیاد توجه کرده هستند و روایتی دیگر میارند که در وقتش خلیفه عمر ابن عبدالعزیز یک مرد را میبیند که هم عرق نوشید و هم همسرش را طلاق داد، 3 طلاق داد، یا گفتیم طلاق داد، 3 طلاقش در خاطرم 100% وجود ندارد. سپس عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه بودن میگویند 40 دره این را بزنید به خاطر عرق نوشیش و از همسرش جدا کنید که همسرش را طلاق داده است. سپس یک نفر آمده میگوید خلیفه ما شنیده بودیم که خودی ابو بخشید فرزندی عثمان ابن عفان آمده میگویند من پدرم در وقتش وقتی یک نفر عرق نوشیده بود این را گفته بودند که لیس لمجنون ولا للسکران طلاق، انسانی که دیوانه است و انسانی که مست است طلاق او واقع نیست. چرا شما خلاف سخن صحابه یا سخن خلیفه پیامبر عثمان ابن عفان میکنید؟ بعد از این عمر ابن عبدالعزیز میگویند من دیگر از قولم برگشتم، مادامی که این قول عثمان ابن عفان بوده است. عثمان ابن عفان که یک آدمی عادی نبودند، چقدر از من بلند و هم با پیامبر نشستند، با این نفر 40 دره بزنید اما هم با همسرش اینها رو از هم جدا نکنید که طلاق واقع نمی شود. پس اینجا قول بعضی صحابه ها رو می آورند و بعضی از قول های علمای دیگر رو می آورند و می گویند نفری مست طلاق دهد طلاقش واقع نیست. اما این در نزد بعضی از علما. انا بقیه علما از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده تا امام مالک و امام شافعی میگویند نفری که خودش را مست کرد او هم برای عرق نوشیش گناهگار است و هم تمام خلاف هایی که در وقت مستیش کرد باید به اون به جوابگری کشیده شود. نفری که مست است و کسی را کشت او حتما با این بی قصاص نمیماند. نفری که در حالت مستیش اگر کسی را یگان چیزش رو غارت کرد یا دزدی کرد یا کسی رو زد حتما جبران این گناهایش رو میدهد. عیناً همین طور طلاق دادش هم واقع می شود و نمازهای نخواندهش هم قضاگیش رو میخواند. برای همین اون نفر رو تو مستی گویان بیگناه ندانید، هر کاری که او کرد به اون کارش جوابگری کشیده می شود. و اینچنین این قول رو میبرند. اما اگر کسی مجبوراً عرق داد یا گفتیم کسی در حالت نارکوز گرفتن یا حالت مستی که به دست خودش نبود، در این وقت در اینجا طلاق نمی افتد و مسئله اتفاقی است. پس آیا نفری که مست هست خودش مست
یعنی با گناه خودش مست شد طلاقش می افتد یا نه، بین علما اختلاف است و حتی بعضی از علمای معاصر هم راجع میکنن قول عبدالله ابن عباس و عثمان ابن عفان و این چنین از صحیح بخاری دلیل می آورند که آره نفر مست گناهگار است، و این همه ما اتفاق هستیم. لیکن الله خودش میگوید که اینها چی گفته ایستادن نمیفهمند، برای همین این عموما از روی بی‌عدلی است که یک نفر رو به خاطر کلمه‌ای که گفت و نفهمید ما گوییم نه همسرت طلاق و یک عائله رو ویران کنیم. انا این رو میگویند در این وقت پس نفری مست گناهگار است تو، اما طلاقش واقع نمی شود. برای همین بعضی از خواهرایی که میگویند شوهرم هم پشیمان شد 5 تا بچه دارم یا 6 تا بچه دارم یا 4 تا بچه دارم، در حیاتش طلاق نگفته بود مگر در وقت مستی. اینجا گفته می توانیم که شکر پروردگار که اجتهاد بعضی علما، اقوال بعضی علما و حتی ادله از سخنان بعضی صحابگان پیامبر است که انسان مست طلاق گفتهش واقع نمی شود. و این درباره طلاق در حالت مستی بود. به یک موضوع مهمی دیگر می خواهم اینجا اشاره کنم، آن هم موضوع قسم خوردن به طلاق یا شرط و شروط ماندن با طلاق. این مسئله گفته می توانم که ماده شده است در بین جوانهای تاجیکستان که شاید روزانه تا 3-4 نفر به مبالغه و بنده خواهرها خط کنن که شوهر من به من گفت اگر از خانه برآمدی به من طلاقی، اگر تلفنم رو کفتی 3 طلاقی، اگر خواهرت به خانه آمد تو طلاقی، اگر به خانه مادرت رفتی 3 طلاقی. یعنی شرط هایی که همشون مشروطن با طلاق. یعنی این گونه ببخشید بازی کردن با دین پروردگار، این گونه مسخره کردن طلاق که تلفن رو قپیدی تو طلاق هستی، خوراک رو در وقتش آماده نشد پگو هم اگر چنین شود طلاق هستی. یعنی من نمیدونم این گونه ببخشید بی تقواگی یا این گونه دور از شریعت بودن تا اندازه رسیده است که حتی مردهای هم بودند که میگویند اگر به خانه مادرت به دیدار بینی پدر و مادرت رفتی به من طلاق نه. دخترک دیگر چیکار کنه؟ تمام عمرش در خانه بماند برای اون که برآمد طلاق می شود و آنجا پدر مادر پیر دارد یا حتی پدر مادر جوان داشته باشد هم حق پدر و مادر برابری حق شوهر هرگز از بین نمی رود. حقوق شوهر هم هست، حقوق پدر و مادر هم هست، اما معنای شوهرداری یا حق شوهر پس از حق پروردگار بودن این نیست که من دیگر پدر و مادرم را کاملا از دیدار بینی و کمک و رفت و آمد آنها رو کنار گذارم. انا این مسئله عزیزان مسئله جدی است و برای همین نه به خاطر اینکه با این مسئله مثلا ما میگوییم همسران خود را نترسانید، زن خود را تهدید نکنید، نه، به خاطر اینکه این گناه است، بازی کردن با طلاق است که طلاق و نکاح این احکام شریعت است. در این مسئله باید جدا نگاه کنیم برای اون که خیلی زیاد هستند و شاید سالهای آخر مردی هم پیدا کرده نتوانیم که در حیاتش این گونه شرط و شروط را نمانده باشد. یک بار دیگر کردی 3 طلاقه یا دوم بار هم دیدم 3 طلاقی. انا این گونه حالت ها چه خیلی می شود؟ یعنی وقتی که مرد به همسری خود گفت تو اگر از خانه برآمدی به من طلاق هستی، یا اینکه گفت اگر فلان روز همین کار نشود تو به من طلاق هستی، یا اینکه فلانی به خانه آمد طلاق است. یعنی شرط گذاشت که همین کار رو کردی یا من کردم یا کسی کرد یا نکردم تو به من طلاق هستی. آیا در این حالت طلاق واقع می شود یا نه؟ مثال را کمی دیگر توضیح می دیم عزیزان. مثلا مرد به شوهرش گفت تو اگر از خانه برآمدی یا تو اگر به خانه خواهرت رفتی به من طلاقی. آیا اگر زن به خانه خواهرش رفت طلاق واقع می شود یا طلاق واقع نمی شود؟ مسئله خیلی جدی هست و جمهور علما صاحبان 4 مذهب علاوه بر این قول صحابگان از جمله عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عمر، فقیه های مشهور ما هست که همان زمانی که زن به خانه خواهرش رفت طلاق واقع می شود و مرد بعد از این سخن را گفتن دیگر راهی برگشت ندارد.
و به این تصور کنید که چند عائله اگر این مسئله‌ای که جمهور علما اتفاق هستند، یعنی 4 مذهب و این چنین قول عبدالله ابن عمر هست، حتی در صحیح بخاری آوردگی هستند که فقال ابن عمر این خرجتی فقط بودتی این خرجت فقط باتت، اگر از خانه برآمدی تو به من طلاقی گفت، اگر برآمد طلاق می شود. این معنا گپ در صحیح بخاری هم هست. پس اگر به قول جمهور علما نگاه کنیم، هر مردی که به همسرش گفت از خانه برآمدی 3 طلاقه، فلانی آمد 3 طلاقه، اگر من فردا ماشین نخرم همسرم به من طلاق، این خیلی ها هم هستند، یعنی با طلاق قسم میخورند. در نزد جمهور علما طلاق واقع می شود، دیگر راه برگشت نه، مگر اینکه این زن تمام عمر به خانه خواهرش نرود، یا مگر اینکه این زن تمام عمر همان شرطی که شوهرش به او گفت. اگر یک خواهر به نزدیکی ببخشید خنده آور است، میگوید شوهرم به من گفت اگر واتساپ شدی تو به من طلاق هستی، اکنون من چیکار کنم؟ یعنی دیگر تمام عمر نباید واتساپ کشایم یا چیکار کنم؟ من گفتم اگر الان هم میبینیم که نزد سخن جمهور علما به نگاه کردید، همان لحظه ای که واتساپ شد این طلاق میافتد. و این قول عادی نیست، قول عبدالله ابن عمر می باشد، قول عبدالله ابن مسعود می باشد و در این باره که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدگی نیست، قول صحابگان پیامبر می باشد. و این چنین یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این آیت رو میارن که شما به عهد و پیمان خود وفا کنید. عهد و پیمان کردید که همسرم اگر فلان کار رو کرد یا من کردم یا نکردم طلاق است، پس طلاق واقع می شود. این در نزد جمهور علما است و این خیلی مسئله جدی و حساس است که عزیزان خیلی زیاد عائله ها به این دچار شده ایستادن، مخصوصا بعد از برآمدن این تلفن ها که وقتی که زن ها هم البته عیب خودشان است کنجکاوی میکنن، دزدیده پنهانی جاسوسی کرده تلفن شوهر میگیرن نپرسیده به اجازتش، شوهر هم دیگر میگوید این باری آخران باشد که بعد از این اگر به تلفن رسیده طلاقی، که این مسئله هم خیلی زیاد است. اما در این باره فقط یک قول است، یا گفتیم قولی یک دو عالم است، از جمله ابن قیم جوزی و استادشان ابن تیمیه و بعض از علمای معاصر عربستان سعودی که ابن عثیمین و ابن باز هم در همین قول هستند که میگویند به این مسئله نگاه کنید، اگر شوهر مقصد از این گپش فقط قسم خوردن بود یعنی اگر تو به خانه خواهرت رفتی تو به من طلاق، مقصد یگان خیلی نیتی طلاق ندارد، یعنی به خاطر گفتیم ترسانیدن همسرش یا به خاطر اون که همسرش این مسئله رو جدی گیرد، گویا که قسم به طلاق گویا، یعنی قسم خورده ایستاده است به طلاق که اگر تو به خانه فلانی رفتی، در اینجا یگانه چون نیتش طلاق نیست، فقط نیتش قسم خوردن یا آگاه کردن همسرش هست، کفاره قسم میدهد و بین اینها طلاق نمی افتد. اما این قولی گفتیم از 100 4 عالم شاید اسلام باشد، بقیه 96% علما میگویند طلاق میافتد و ما در صحیح بخاری قول عبدالله ابن عمر و مسعود رو داریم و فقط همین علما میگویند اگر مرد گفت به خانه فلانی رفتی تو به من طلاقی و مقصدش طلاق نه، مقصدش به آن خانه نرفتن زنش هست و نیتی طلاق را هیچ ندارد، در اینجا او کفاره قسم را که در سوره مائده آمدگی هست یا به 10 کمبغل خوراک میدهد یا اینکه کسوتهم یعنی به 10 کمبغل لباس خریده میدهد، شرایط نداشته باشد صیام 3 ایام 3 روز روزه میگیرد. این قولی فقط همین یک چند عالمی با شمار است. بقیه علما میگویند مسئله در جایش هست، مقصد ترسانیدن بود، قسم خوردن بود، وقتی که تو طلاق گفتی دیگر برآمد یعنی شرط رو ویران کرد طلاق میشود. ولیکن باز همین خودی علما مثلا ابن تیمیه و این علما میگویند اما مقصدی شوهر در حقیقت طلاق باشد، یعنی در حقیقت شوهر عزم کرد که همین بار هم همسرم همین رو کرد من دیگر طلاقش رو میدم، یعنی عزمش طلاق بود، او یگان خیلی شرط و شروط و قسم نبود، مقصدش عزمش طلاق بود. این مسئله در نزد 100% علما دیگر این مرد از گپش گشته نمیتواند، طلاق واقع میشود. ولیکن اگر یک طلاق گفته باشد یا فقط طلاق گفته باشد، چگونه که پیشتر هم گفته بودیم از طلاق مرتان، این آیت قرآن کریم است که مرد تا 2 بار برای طلاق دادن شانس دارد، اگر یک بار فقط طلاق رو به زبان آورد یا دوم بار یعنی در همون شرط ماندن ها اگر پشیمان شد باز میتواند با همسر خود زندگی کند.
نه اگر تو به من 3 طلاقی اگر به خانه مادرت روی گفت، اگر رفت در نزد جمهور علما طلاق میافتد. اینها هیچ راهی نه وی حلاله و نه چیز دیگر، یگان راهی با هم یک جا شدن را ندارند مگر اینکه به تقدیر الله زنک شوهر کرد، پس از چند سال شوهرش مرد یا پس از چند سال با تقدیر الهی آنها از هم جدا شدند، در اینجا باز به شوهر اولش برگشته میتواند. فقط چگونه که گفتیم الان اکثریت به همین حالت دچار شدن که میگویند مرا چنین گفته شرط مون، مرا چنین گفت. و مسئله دیگر هم هست، مسئله قسم خوردن. مثلا یک نفر اومده به مرد میگوید که تو پولی مرا فردا میدهی، او میگوید اگر فردا پولت رو ندادم همسرم به من 3 طلاق است. یعنی به جای قسم خوردن به الله او قسم به 3 طلاق میخورد. و اینجا آیا این قسم یاد کردن او اگر فردا پول رو نداد طلاق می افتد یا نمی افتد، یا طلاق واقع می شود یا نه؟ عیناً همین خلافی که پیشتر گفتیم در نزد جمهور علما اگر فردا پول رو نداد همسرش 3 طلاق می شود. اینها علاج با هم یک جا شده ندارند. اما بعضی از علما میگویند نه، مقصدش که فقط قسم خوردن بود، اگر رفت و پگاه پول رو نداد انشاءالله که طلاق واقع نمی شود، اما کفاره قسمش رو بدهد. آن هم به 10 کم بغل یا خوراک یا لباس، یا اگر شرایط نداشته باشد 3 روز پای در پای روزه گرفتن. اما عموما مسئله طلاقی که همین را نکنم به من طلاق هستی، زنم به من طلاق است، عزیزان این گونه قسم در زمان پیامبر نبود. خودی رفتی این گونه قسم هم گناه است. حتی بعضی از علما حرام هم میگویند، برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه میگویند من کان حلیفا فلیحلف بالله، هر کسی که مقصدش قسم خوردن باشد به الله قسم خورد، به طلاق، به مادر، به پدر، به این چیزها قسم نخورد. پس اینجا مسئله طلاق‌های مشروط که گفتیم ماده شده است در تاجیکستان که این رو کرده طلاقی، اون رو کردم طلاقی، در نزد جمهور علما طلاق واقع می شود. و اگر گفتن هم نباید 3 رو به دهان بیارن، برای اون که 3 طلاق گفتن باز هم خطرش و باز هم پیامدهای بدتر دارد. و اینجا عزیزان بیاید میگذاریم به قسم سوال و جواب ها و اگر چیزی مانده بود باز در دوام برنامه با هم صحبت میکنیم. و اگر سوال دارید حتما میتوانید در چت یوتیوب یا واتساپ روان کنید که انشاءالله در جواب دادن سوال های شما و در کمک کردن در این مسئله ها در خدمت هستیم. سوال یکم: زن نغز باشد و گپ را گوش کند، مرد سرش زدگی نیست که زنش را طلاق دهد. زنهایی که صبر ندارند سبب جدایی می شوند. البته مقصد از طلاق خیلی که شما گفتید شاید همیشه نشوز یعنی بدی زن باشد، اما گاهی می شود که فقط در بد بودن زن نه، یعنی محبت از بین می رود، مرد زنش را دوست نمی دارد، یا پس از یک مدتی زندگی مرد می فهمد که با این زن دیگر نه از لحاظ اینکه زن بد اخلاق است، از دیگر مسئله ها اتفاق کرده نمی تواند. برای همین تا حد با گفته شما موافقم که اکثریت طلاق ها شاید به خاطر بد اخلاقی زن ها باشد یا بد اخلاقی مرد ها باشد که فقط بد اخلاقی خود را نمی بینند در این باشد. اما گاهی هم می شود که عموما زن و شوهر هر دو هم انسان خوبند، اما به یک جای رسیدن که میگویند با هم زندگی را دوام داده نمی توانیم. برای همین طلاق در زمان پیامبر هم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بعضی همسران خود را طلاق داده بودند و این چنین بعضی صحابگان هم همسران خود را طلاق داده بودند. نبیره پیامبر هم همسر خود را طلاق داده بودند. نه همیشه طلاق به خاطر بد اخلاقی می شود، گاهی می شود که در حقیقت زن یا مرد می دانند که زندگی کردن با این شریک حیات دیگر فایده ندارد، برای اینکه همدیگر را یا دوست نمی دارند یا اینکه به همدیگر از یگان مسئله دیگر نمی توانند صبر کنند. اما به هر حال آره بد اخلاقی هم اکثریت سببی طلاق می شود. اگر زن، سوال دوم، اگر زن در حال در غضب بودن شوهرش را مجبور کند که طلاقم را ده، هرچند شوهر طلاق دادنی نیست اما به خاطر آرام شدن زن طلاق میدهد، آیا طلاق میافتد؟ طلاق میافتد، برای آنکه زن اینجا مجبور کردنش تو رو الان میکشم، یا مثل اینکه در حدیثی که در کتاب مبسوط است به گردنش کارد نمیماند به شوهرش، فقط یک داد و فغان میکند و این رو ما اکراه یا به مجبور گفته نمیتوانیم. مرد طلاقی که به خاطر داد و فغانی همسرش داد این رو مجبور شد نمیگوییم،
برای اون که مجبوری در شریعت حد و حدودش رو دارد، اون رو هم مرد میدوند که یا زنش رو میکشد یا یگان عضو بدنش رو معیوب میکند یا یگان کاری مثلا به کودکانش ضرر میرساند. برای همین اینجا طلاق واقع میشود. اما اگر طلاق قدر دادم گفته باشد یک طلاق واقع میشود، پس از یک طلاق زن و شوهر با هم زندگی کرده میتوانند، مادامی که عده یا 3 ماه یا 3 حیض نگذشته باشد، به یگان نکاح هم با هم زندگی کرده میتوانند. اما 3 طلاقش رو داده باشد، مسئله جدی هست که در نزد جمهور علما اینها دیگر با هم یکجا شده نمیتوانند. برای همین مردها در این حالت ها هرگز مادرم مجبور کرد، همسرم مجبور کرد گویان به طلاق راه ندید. فکر میکنم کمی بعد در این باره صحبت میکنیم، فردا شود در این باره گپ میزنیم. با این راه ها میشود از مسئله کمی دور شد. سوال دیگر: چرا کافر شدگی می توانسته است به دین با کلمه شهادت برگردد اما یک کس طلاق افتید دیگر نکاحش برقرار نمی شود؟ یک بار طلاق افتید نه. سوال کننده عزیز، اینجا اگر یک بار طلاق داد، بعد از این می شود که باز اینها یک جایه شوند و حتی به نکاح مادامی که عده نگذشته باشد. دویم بار طلاق داد هم می شود. اما سیوم بار الله یک و یک بار طلاق را نه، سیوم بار، ولیکن وقتی که بار سیوم مرد زنش را طلاق داد، انا در اینجا دیگر برگشتن نمیتوانند. برای چی بار سیوم؟ برای اون که دیگر مرد یک بار این کار را کرد، دوبار این کار رو کرد و سیوم بار هم که این کار رو کرد، در حقیقت معنیش این است که این مرد با این زن زندگی کرده نمیتواند. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، میگوید الله. شما تا دوبار میتوانید جدا جدا طلاق دهید و بعد از طلاق یکم یا دوم همسرتان رو برگردانید یا از او به خوبی جدا شوید، یعنی بی دشنام، بی حقارت، بی طعنه. اما اگر بار سیوم هم طلاق دادید، انا در اینجا نمی شود که همسر خود را برگردانید و این دو چیز را از هم جدا کنیم و این را گوید که شریعت با عقل انسان نه، شریعت با احکام الله آمدگی است. ما شریعت را با عقل خود راست نمی کنیم، عقل خود را با شریعت راست می کنیم و چه خیلی که گفتم تا 2 بار برای هر یک مرد الله شانس می دهد، اما سیوم بار دیگر از حد گذشت، معنیش این است که دیگر این مرد با اون زن یا بازی کرده ایستاده است یا در حقیقت نمیخواهد. اینها از هم جدا می شوند. و در همین جا که درباره این یک قیاس آوردن که چرا با کلمه شهادت برمیگشت است و طلاق این چیزها، خیلی که گفتم شریعت اگر با عقل می بود، علی بن ابی طالب میگویند اگر شریعت با عقل می بود، یعنی عقل ما شریعت رو با عقل خود راست میکردیم و میساختیم، من میگفتم به زیر مسیح خود نیبو، به بالای مسیح خود نیبو، به زیر مسیحایتان مس کشید، برای اون که شما با تای پایتان راه میگردید. اما شریعت که با قرآن و با سنت و با گفت پروردگار به ما نازل شده است، چگونه که پیامبر بالای مسیح خود مس کشیدن، من هم میگویم بالای مسیح خود مس کشید. سوال دیگر: من 3 دختر دارم. وقتی به فرزند 4م حامله دار شدم، شوهرم گفت که اگر دختر باشد طلاقت را میدهم. وقتی که عوض کردیم دختر نشان داد. شوهرم مرا طلاق گفت، اما نمیدانم چه خیل عوض خطا کرده است. پسر تولد کردم، آیا میتوانند با شوهرم نکاح کنم؟ پیش از اینکه الله هدایت کند این گونه مردهایی که همون از صفتی زمانی جاهلیت در آنها وجود دارد که اگر آنها را به دختر بشارت میشد، ضل وجهه مسودا و هو کظیم، رویشان چهرهشان را سیاه میکردن، غضبناک میشدن که به من دختر داد گویان. و اینجا دختر تولد کردن شما یا 4مش اگر دختر باشدم، این در دست شما نیست که پروردگار به کسی خاص پسر میدهد و دختر میدهد. لیکن اگر فقط طلاق گفته باشد، 3 طلاق را نگفت، طلاق گفته باشد، اینجا پسر که تولد شد هرگز طلاق نمی افتد، برای اینکه شما چیکار کردید؟ پسر تولد کردید. اما او همون روزی که اوزی را دید و این اهمیت دهید، همون روزی که دکتر گفت که در اوزی دختر است گفت و یک و یک بار شوهر گفت طلاق را دادم، یک طلاق که گفته است یا طلاق گفته است، یک طلاق می افتد، شما با او زندگی کرده می توانید، اما این یک طلاق حساب می شود. اما همون لحظه بعد از سخن دکتر اگر گفت 3 طلاقت را دادم، در نزد جمهور علما دیگر یکجا شده نمیتوانید. اگر اینجا
به یگان خیل اوزی وجود نمی داشت. می گفت اگر دختر تولد کردی طلاقی و پسر تولد می شد، می گفتیم یگان خیل چیز نیست، برای اینکه او شرط گذاشت که دختر اما پسر تولد شد. لیکن او که بعد از اوزی یک باره تو طلاقی گفته است، اینجا فقط طلاق گفته باشد یک طلاق می افتد. با او اگر 3 ماه قهری گشته باشد از نو نکاح نو کنید و با مهر نو، با شاهدان نو، با رضایت خودتان و ولیتان یعنی پدر یا برادرتان، اگر هنوز 3 ماه نگذشته باشد، اگر مرد دیگر من با تو زندگی میکنم چون پسر گفته باشد، به نکاح هم با هم زندگی کرده می توانید، برای آنکه هنوز عده نگذشته است. سوال دیگر، اگر مرد گوید جوابت را دادم، گوید چی می شود؟ التماس جواب گوید. در خیلی چند طلاق نگفته است، فقط گفته است جوابت را دادم، چی می شود؟ همین مسئله یک مسئله هست که سبحان الله من هم بسیار وقت در همین چیز در میمانم، برای آنکه اگر به خودی قول علما نگاه کنیم، هر یک قوم طلاقشان با زبان خودشان هست. یعنی در کجایی که زندگی میکنید معنای طلاق در آنجا باشد، یعنی همین چیز را گفتند و همین چیز طلاق باشد، طلاق حسابیده می شود. ولیکن اینجا جوابت را دادم دو سه معنا دارد. یکی اینکه تو جواب دیگر 2-3 روز رو از نزدم، یک تای دیگرش طلاق است. برای همین لفظ کنایوی میگوییم، یعنی چگونه که مثلا بیرو به خانه‌تون رو، به نزد مادرت رو، تو به من در کار نیستی، تو به من زن نیستی، از این چیزها مانند است. اگر مرد گوید که، یعنی در اینجا مرد باید صادق باشد، اگر گوید که در همین کلمه جوابت را دادم گفتن مقصدم طلاق بود، گفت مسئله اتفاقی از طلاق می افتد، این را طلاق کنایوی میگویند. اگر مرد گفت که نه من وقتی جوابت رو دادم گفتم مقصدم طلاق نبود، مقصدم تو جوابی 2-3 ساعت از پیش من رو، 2-3 روز از نزد من رو، با من زندگی نکن بود، اینجا طلاق نمی افتد. یعنی اینجا طلاق کنایوی هست. جوابت رو دادم، من از تو بیزارم، تو همسر من نیستی، این گونه کلمه ها. از مرد میپرسد که مقصدت طلاق بود یا نه، و او اگر گفت من مقصدم طلاق بود، طلاق است. اگر گفت مقصدم طلاق نبود، اینجا در نزد جمهور علما طلاق نمی افتد، برای اینکه لفظ جوابت رو دادم معنای طلاق نه، این معنای کنایوی دارد و کلمه های طلاق به تو تقسیم می شوند، یکی کنایوی، یکی صریح. کسی که طلاقت رو دادم گفت دیگر هیچ علاج نیست، اما جوابت رو تو رو از اینجا دب از خانه برا دیگر با من زندگی نکن، این چیزها همش کنایه هست که باید پرسیده شود. برای همین هم در صحیح بخاری آوردگی هستند که اگر به خانه پدر و مادرت رو گفت، نیتش رو میپرسیم که نیتش چی است، آیا طلاق است یا اینکه نه 2-3 روز رو از من دور شو. سوال دیگر، اگر با فکر سر با فکر دل از دل برده باشی طلاق می شود یا نه؟ این شکر پروردگار، این یکی از مسئله های هست که رحمت پروردگار به ما است. یعنی کسی که با دلش طلاقش را دادم گفت، یا اینکه با زبانش گفت تو کسی نشد همسرم طلاقش میدم یا دادم، هیچ کس از این با خبر نشد، در نزد جمهور علما طلاق واقع نمی شود. برای همین هم اینجا لا تؤاخذنا این نسینا او اخطأنا آیت را در صحیح بخاری می آورند و میگویند و ما لا یجوز من اقرار الموسوس، یا کسی که به وسواس گرفتار شده است، یعنی کسی که به خودش گفت، کسی از این نشنید، یا نوشت تو زود کور کرد، کسی ندید آن را، یا نوشت تو خط‌زنی کرد، یا خودش به خودش به زبانش آورد، کسی از این آگاه نبود، شکر پروردگار که طلاق واقع نمی شود. این یک وسوسه یا حدیث نفس میگن، چگونه که یگان گناه رو گفتید و نکردید واقع نمی شود و این در نزد جمهور علما هست. سوال دیگر، اگر شوهر گوید که پدر و مادرت زنگ زنی تو به من طلاق هستی، آیا اگر به پدر و مادرش یا پدرش زنگ زند حال پرسی کند طلاق می افتد یا نه؟ انا همین رو گفتم، طلاق معلق یا طلاق قسم که در نزد جمهور علما طلاق واقع می شود. همون روزی که زنگ زد طلاق واقع می شود و این قول عبدالله ابن عمر است و قول عبدالله ابن مسعود، صحابگان جلیل فقیهان ما است که در صحیح بخاری آوردگی هستند قول آنها رو. و اگر فقط طلاق گفته باشد، شکر پروردگار که فقط طلاق گفته، 3 نگفته است، یک طلاق می افتد، همون روزی که صحبت کرد طلاق می افتد و این یک طلاق حسابیده می شود. بعد از یک طلاق اینها زندگی کرده می توانند. لیکن در نزد
بعضی از علما چگونه که گفتم از جمله امام ابن تیمیه مقصد مرد با این گپش قسم خوردن باشد طلاق ندادن باشد مرد باید کفاره دهد یعنی یا به 10 بغل خوراک بر مقدار 3 میشده که تقریبا 1.5 کیلو برنج یا آرد یا هر چیزی که ذخیره می شود یا به 10 بغل لباس خریده دهد که با اون نماز خونده می شود یا اینکه این رو نتواند 3 روز پی در پی روزه می گیرد. این در نزد بعضی از علما، اما جمهور علما از جمله صاحبان 4 مذهب با دلیل از سخنهایی که امام بخاری آوردن میگویند قول صحابگان در ما ثابت است طلاق واقع می شود اگر همون شرط را زن رعایت نکرد. سوال دیگر، اگر حضرت امام ابو حنیفه حدیث ضعیف را استفاده برده باشند پس اینقدر پیروان او چیکار کنند؟ آیا گناهکار نمی شوند؟ عزیزان، این سخن حضرت امام ابو حنیفه است. اذا صح الحدیث فهو من مذهبی میگویند حدیث اگر صحیح آمد وای مذهب من است. ابو حنیفه خودشان هم میدانستند که خودشان یک عالم هستند، یعنی یک ببخشید پیامبر نیستند که به ایشان همه چیز وحی می شود. یک عالم بودند، اون هم سال 87 هجری تقریبا بعد از 70 و چند سالی 76 سالی گفتیم وفات پیامبر به دنیا آمدگی هستند در عراق و یک عالم همه چیز رو در بر گرفته نمیتواند مادامی که در زمان امام ابو حنیفه تمام حدیث ها جمع نشده بود. صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و ابو داوود اینها همش بعد از مرگ ببخشید ابو حنیفه رحمت الله علیه جمع شده بودند. برای همین ابو حنیفه گفتند رحمت الله علیه اگر حدیث صحیح را پیدا کردید که با قول من یا مذهب من مخالفت کرد، حدیث صحیح مذهب من است. برای همین ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر با اینکه مسافه دور بین عراق و بین مکه و مدینه بود و اکثریت علمای حدیث در حجاز یا مکه و مدینه زندگی میکردند، اگر بعضی قولهایشان با حدیث ضعیف باشد ما که پیروانشان دیگر حدیث ها جمع شد، بخاری و مسلم و ابو داوود و نسائی و ترمذی و ابن ماجه و مسند احمد و این کتاب ها در دستمون هست، بیاید قول امام ابو حنیفه گفته نیستیم به حدیث برگردیم، برای اینکه خود قول ابو حنیفه است که میگویند اگر حدیث و قول من آمد و حدیث صحیح است شما به حدیث برگردید، اگر به حدیث برنگشتید شما گناهکار میشوید. چگونه که خودی یهودی و نصرانی ها اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهود و نصرانی هم بعد از چند سال مردن پیامبرانشان هر چیزی که علمایشان میگفت اگر حتی عکس یا ضدی قول پیامبر و الله باشد هم میگفتن نه همین عالم ما چی گفت ما همین رو قبول میکنیم، که متاسفانه این هم یک درد جامعه ما شد. وقتی که حدیث ثابت است، آیت ثابت است، مثل آفتاب روشن است و میگویم که این عالم هم ابو حنیفه رحمت الله علیه هم خودشون پیروی حدیث بودن، پیروی قرآن بودن. گاه بعضی حدیث های ضعیف در کتبشون هست، لیکن میگویم نه ما قول فلان عالم رو میگیریم و ما حدیث نگوید و باز تهمت هم میزنن که شما سلفیت یا چیزی دیگر، در حالی که دین الله اولا قرآن، سنت، سخنهای صحابگان، بعد از این البته سخنهای علمای ربانی و اینجا اجماع و قیاس و دیگر ادله ها هم هست. سوال دیگر، سوال از موضوع بیرون است اما خیلی لازم شده است. اینجا بسیار آدما به من گفتند که سوال برای چی مسجد خانه خدا در مکه با نام حرم نامانده شده است؟ معنای مسجد حرم چه معنا دارد؟ معنای حرم از کلمه احترام است، یعنی کلمه است که خانه احترام شده، یعنی از کلمه حرامی که چیزهای حرام یا چیزهای گنده رو در تاجیکستان میگوین، نه به معنای محترم هست. و این چونین گفته هم میتوانیم که حرم پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجد مدینه رو که آنجا هم از مسجد احترام شده که در داخلش قتل و کشتار و غیبت و این کارها همش گناه است. سوال دیگر، مردی که نماز نخواند در راه دین نباشد طلاق کرد واقع می شود یا نه؟ طلاقش واقع می شود. حتی بعضی از علما میگن طلاق مشرک هم واقع می شود، لیکن قول خیلی کمی از علما است. مادامی که نماز را از روی تنبلی نمیخواند و او میگوید من مسلمانم، در راه دین نیستم اما مسلمانم، به سبب تنبلی نماز نمیخونم، کمی پیرتر شدم نماز میخونم، این هم یک قول عامه مردم است. در اینجا در نزد جمهور علما او اگر نماز نخواند هم مادامی که نماز رو انکار نمیکند و تنبلی رو به گردن میگیرد او مسلمان است. این قول جمهور علما هست بجز مذهب امام احمد رحمت الله علیه، اون هم یک قولی، برای اینکه در این باره حدیث
در ابو داوود است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که نماز 5 وقته رو نخوان حسابش به الله است، اگر خواست الله او رو میبخشد، نخواهد نمیبخشد. برای همین مادامی که این میگوید من نماز خوانم، ببخشید من مسلمانم و از تنبلی نماز نمیخوانم، اوره طلاقش واقع میشود. اما نماز رو انکار میکند، یعنی میگوید نماز اصلا فرض نیست. و او میگوید که آیت قرآن است میگوید نه برای من فرض نیست. در اینجا این انسان مسلمان هم نیست و همسرش اگر نماز خوان باشد به طلاق هم باید از این جدا شود، برای آن که زنی مسلمان با مرد کافر زندگی کردنشان حرام میباشد. سوال دیگر: وقتی شوهرم در روسیه بود با خوشدامنم گپمون گریخت. خوشدامنم گفت که دهان من دهان بچه هم 3 طلاقت رو دادم دو شب. آیا این طلاق درست است؟ حالا من در خانه اوچم زندگی میکنم. البته که اگر شوهرتان گفت که من این سخن اوچم رو اقرار نمیکنم و سخن اوچم است، طلاق شما واقع نیست. یگان کس از نام دیگر نفر از پیش خودش طلاق داده نمیتواند. اما اگر شوهرتان گفت که آره اوچه من طلاق داده باشد، من به او گفته بودم که تو کی گفتی طلاق، ما به من هم طلاق است، در اینجا طلاق واقع می شود. برای همین شما شوهرتون پرسید که خوشدامنم یا مادرتون چنین گفتن. اگر او گفت که من به این چیز اقرار نمی کنم، این سخن مادرم است، یگان خیلی به شما طلاق نمی افتد، آسوده خاطر باشید. اما اگر شوهرتون هم گفت که من مادرم رو دستگیری می کنم، طلاقت رو دادم، دیگر چیزی گفته نمی توانیم، طلاق واقع شده است. لیکن یگان نفر، یعنی طلاق حق مرد است، حق شوهر است. نه زن خودش طلاق داده میتواند، نه پدر و مادری یک مرد از نام پسرش طلاق داده میتواند، مگر اینکه وکیل کرده باشد. یعنی مرد گفته باشد که پدر از نام من همسرم رو طلاق ده، یا من او رو طلاق دادم، تو او رو به این رسون که اینجا با توکیل طلاق واقع می شود. لیکن شما حتما از شوهرتون این مسئله رو پرسید. سوال دیگر، و ماشاءالله در مسئله طلاق سوال ها هم خیلی زیاد هستند. سوال دیگر: مرد اگر زنش را گوید که اگر خانه اتان رفتی 3 طلاقی و بعدا پشیمان شود، آیا یگان راهش هست یا نه؟ چگونه که گفتم در نزد جمهور علما یگان راهش نیست. در نزد 4 مذهب و قول صحابگان عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن مسعود، یگان راهش نیست که در صحیح بخاری است. یگان راهش نیست. با همین اینها 3 طلاق جدا می شوند. یگانه در نزد امام ابن تیمیه و ابن قیم جوزی شاگردشان یک چند علمای عربستان سعودی میگویند اینجا مرد مقصدش قسم خوردن باشد، یگان خیلی نیتی طلاق نداشته باشد، راهش همین است که کفاره قسم میدهد و کفاره قسم رو در بالا گفتم. با همین دیگر اینها یکتا شده میتوانند. اما قول جمهور علما به نگاه کنیم، اینها دیگر یگان راه ندارند. طلاق رجعی و طلاق بائین رو میفهمونید. مسئله طلاق رجعی و طلاق بائین هم خیلی از مسئله های وسیع هست که باید یک برنامه کامل شود، ولیکن اینجا گفته میگذاریم. طلاق بائین وقتی که مرد دو نمود طلاق بائین داریم، بیاید اول طلاق بائین رو گویم، رجعی بعداً آسان می شود. دو نمود طلاق بائین داریم: بائین صغرا و بائین کبرا، یا بائین کوچک و بائین بزرگ. بائین کوچک چی است؟ اگر مرد زنش رو طلاقت رو دادم گفت، بار یکم یا بار دوم طلاقت رو دادم گفت و عده گذشت، یعنی 3 ماه از مابین گذشت، یا زن 3 بار حیض شد و پاک شد، بعد از همین 3 ماه از بین گذشت و مرد با زنش آشتی نکرد، یعنی طلاقت رو دادم گفت، از بین 3 ماه گذشت، اینها آشتی نشدند، همان لحظه که 3 ماه یا 3 حیض گذشت، زن به مرد طلاق بائین می شود. معنایش چی است؟ اینها دیگر با هم یکتا شده نمی توانند مگر با نکاح نو، با مهر نو، با وجود داشتن 2 شاهد، راضی بودن عروس و داماد و ولی عروس. این رو طلاق بائین صغرا میگویند که زن و مرد یکجا شدن، برای یکجا شدن شانس دارند، اما با نکاح نو، مهر نو، رضاگی ولی و شاهدان و اعلام کردن که ما یکجا شدیم. این بعد از طلاق یکم و یا دوم از 3 ماه گذشتن و آشتی نکردن است. طلاق بینونه کبرا یا بائین بزرگ کبرا میگویند اگر مرد 3 طلاق داد زنش را، یا بار 3م طلاق داد، دیگر اینها هرگز یکجا شده نمیتوانند مگر اینکه
با تقدیر الله، با حلاله کردن نه. حلاله گناهی کبیره است، در بورش میخونیم طلاق حلاله نکاح حلاله اصلا نکاح نیست. لیکن اگر مرد بار سیوم زنش را طلاق داد، دیگر طلاق با این کبرا می شود. اینها هرگز یکجا شده نمی توانند، مگر اینکه زن با تقدیر الله به کسی شوهر کرد و پس از چند وقت اون شوهرش مرد یا با تقدیر الله از او جدا شد. این را طلاق با این میگویند. طلاق رجعی باشد، مرد بار یکم و یا دوم زنش را طلاق داد، یکم بار یا دوم بار. در این وقت تا مدتی که 3 ماه نگذشته است یا عده زن نگذشته است که 3 بار حیض شدن زن است، مرد حق دارد که زنش را برگرداند. یعنی مرد حق دارد به یگان نکاح برگرداند. رجعی برگردانیدن است. این را طلاق رجعی میگویند. یعنی تو به من طلاقی گفت، هنوز 3 ماه نگذشته، در اختیار مرد است که کی خواست گوید من با تو باز زندگی میکنم. زن هم در اینجا نگفتن و حق ندارد، برای اینکه طلاق رجعی هست و اینها به یگان نکاح نو و هم یکجا شده میتوانند. سوال دیگر، امیدوار هستم که فهمیدید و انشاءالله درباره طلاق و رجعی و با این که کی زن و مرد باید نکاح کنند، کی نکاح نکنند، باز در یگان برنامه با هم صحبت میکنیم. سوال دیگر، زنی بی طلاق شوهر رو ترک کرده به کسی دیگر به شوهر برآمده، حکمش چی است؟ حکمش در زنا زندگی کرده ایستاده است و این مسئله هم از داغ روز است که یک چند عائله ها رو من به گوشم شنیدم که زن وقتی شوهرش 3 سال در روسیه است، به یگان خبر دادن به شوهر، به یگان کس مصلحت کردن با یک مرد بیگانه، باز نمیدونم کدام ملا ببخشید دشنام کردن که برای ملایق نیست، اونها رو کدام بیسوادی میرفت است و نکاح میکرده است. و یک خواهر به زبانش گفت که معلمه جان، من با یک مرد نکاح کردم در حالی که شوهرم مرا طلاق نگفته است. شنیدم که او یعنی در روسیه زن داشته است. این گونه زنها زیاد شده ایستادن. زنا هست. یعنی هر زنی که بی طلاق با مرد دیگر زندگی میکند، فرزندش ببخشید فرزندی ولد زنا هست. زندگی کردن با اون مرد چی کار نکند هم همش به زنا حساب میشود و اگر از روی شریعت حکم کنیم نعوذ بالله اینها رو حتی باید سنگسار کرده شود. سوال دیگر، بعضی ها قم طلاق 400 طلاق میگویند و میروند، از مفتی یک دو کاغذ میبیارند و باز نکاح کرده زندگی کرده رفتن میگیرند. آیا همین درست است؟ البته درست نیست. هم برای مفتی این کار درست نیست، هم کسایی که 400 طلاق و 100 طلاق میگویند برای آنها هم این کارشون گناهی کبیر است. و باره در حدیثی عبدالله ابن مسعود ببخشید عبدالله ابن عباس آمده که از نفری آمده به عبدالله ابن عباس میگوید من در یک بارگی همسرم رو 3 طلاق گفتم، به من یگان راه نشان دهید. عبدالله ابن عباس میگویند وقتی الله به تو اجازه داد یا به تو شانس داد که تو 1 طلاق ته با 1 طلاق کمی جدا شو، اگر نخواستی با همین از هم جدا شو، نه تو می آیی و حدود الله رو پایمال میکنی و 3 طلاق میگویی بس از من فتوا میپرسی، من هرگز فتوا نمیدیم از زنت جدا شو. یعنی کسایی که این گونه با طلاق بازی میکنن، اگر به فتوای عبدالله ابن عباس نگاه کنیم و بیایید به قول راجح علما جمهور علما نگاه کنیم، نفرانی که این گونه با طلاق بازی میکنن نباید هرگز با همسر خود یک جایه شوند و اون مفتی هم گناهش به گردن خودش میباشد. سوال دیگر، شاید سوال آخران است. وقتی مرد گوید اگر خیانت هم کنی 3 طلاق میکنم، در حالی که زن خیانت نکرده است، با گفتن 3 طلاق مرد گناهکار می شود چون که زن خیانت نکرده است. اینجا اگر مرد گفت اگر خیانت کنی 3 طلاق می افتی، وقتی که زن خیانتکار نیست یگان خیلی طلاق نمی افتد و مرد شاید یگان دلیل دارد. اگر دلیل دارد و یگان چیزی رو حس کرد و این گپ رو گفت، مرد گناهکار نمی شود، برای آنکه این رشک است یا گفتیم این غیرتی هست که از روی دلیلش کرده ایستاده است. نه اگر مرد یگان خیل به این خیانتکار بودن زن دلیل ندارد و از روی تهمت این گپ رو گفت، البته گناهکار می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند رشک‌هایی هست که الله بد میبیند، رشک‌هایی که بدونی یگان دلیل میکنید و رشک‌هایی هست که الله آن را دوست میدارد، رشک‌هایی که شما دلیل دارید و با دلیل خود ایستاده رشک میکنید تا همسران خود را، اهل خود را از آلودگی نجات دهید. سلام علیکم اپا جان، یک سوال. یک مرد در ترکیه زندگی میکند، میخواهد زن گیرد. زن گفته که $5000 ته راضی میشوم، همین جایز است؟ دخترم در ترکیه زندگی دارد. و علیکم السلام و رحمت الله. پیش از همه اگر همچون مهر طلب کرده باشد گناهکار نمیشود. در ما
در شریعت مهر است و اتو نساء صدقاتهن نحله میگوید الله به هر یک زن مهر آنها رو دهید و مهر اساساً به اتفاق زن و شوهر یا عروس و داماد و یا خانواده عروس می شود. اگر مرد شرایط داشته باشد بدهد و به زنی گیرد، اگر شرایط نداشته باشد دیگر زنی که مهرش کمتر است آن را گیرد. اما زن اگر گوید که من مهر میخواهم 5000 یا 1000 یا 2000 اینجا گناهکار نمی شود، چون مهر حق حلال زن است. ولیکن این رو داریم که در تاجیکستان ما در عرف ما که زن تاجیک مهرش $100 و $200 است، اگر 5000 گفته مردها از این چیز میترسند، برای همین کمی به عرف هم رعایت کنیم. ولیکن اینجا فروختن زن حساب نمی شود اگر چنین گمان دارید، برای اون که مهر حق حلال زن است که یک گفتیم دستگیری مالی شوهر است که پس از ازدواج زن با آن پول پیشروی اقتصادی خود را با آن پول می دارد. و با همین به پایان برنامه می رسیم عزیزان. سوال ها هم تمام شد و از یکایک شما اونی که سوال دادید، اشتراک کردید یا بعداً برنامه رو گوش میکنید سپاسگزارم. انشاءالله که این مسئله ها تطبیق عملی در زندگی یکایک ما و شما شود و بار دیگر به برادران عزیز، به همسران خواهران عزیز رسانیدنی هستم که هرگز در مسئله طلاق شتاب نکنید، هرگز در مسئله قسم خوردن به طلاق و یا اینکه شرط و شروط طلاق شتاب نکنید. طلاق از یکی از گفتیم مسئله های هست که شیطان با آن میتواند عائله ها را نابود کند. با یک طلاق گفتن عائله شما، کودکان شما بین پدر و مادر میمونند و چندین ساله زندگی که شما ساختید و از برای آن کوشش کرده دیگر پراکنده و تارومار می شود. با امید آن که طلاق در دهان یگان تای شما نباشد و زندگیتان خوش و خرسندانه با هم یک جایه گذرد و هم دیگر فهمی در شما پایدار باشد. یکایک شما را به الله یکتا می سپارم و آنی که امانت ها را هرگز ضایع نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. هر هفته روز دوشنبه ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در کانال یوتیوبی پیام تیوی